دوستان عزیز، خوش آمدی به چینال فدای خالق. انشالله در هر جای دنیا هستید خوش سلامت باشید و زندگی خوب کنار فامیلتان سپری کنی. اومدیم امروز در اصفهان در شهرک امام. سلام علیکم آقای دری، خوبی سلامتی؟ تشکر. توضیحات میدید درباره اینجا؟ توضیحات ما تاریخ از این خب خیلی آشنایی باش ندارم. میدان امام این محطه میدان امامه، فرض کنیم کاخ ستون مسجد امامه، یعنی مسجد شیخ بهاییه. آها صحیح. دیگه این دور بر زیرش همش بازار دیگه، یعنی بازار میسگرای فرض کنیم. صحیح. هر قسمت خود یک نامی داره. بسیار عالی. چطور برخورد مردم با افغانی در ایران، در کلا در اصفهان؟ اصفهان یک مقدار تعصب در نسبت به افغانستان. زخم زمان جنبی شما زاد مغول و نمیدونم زاد چنگیز هستین. من مقاطع چنگیز خیلی ظلم کرده در ایران، در خصوصا در اصفهان پایتختش بوده. مغول از اونا خوبه نسبتا، مقصد نسبت به دیگه شهرها یک مقدار تعصب داره با افغان. درست. اشرف با دوستا سلام علیک. سلام دوستان عزیز، خوبی سلامتین؟ امیدوارم که جان صحتمند باشید. چطوری چکرها در خوبه؟ بد نیست اصفهان؟ بد نیست، خیلی خوبه. خوب. هواش هم خیلی عالیه. بسیار خوب. خوب بسیار عالی. تشکر. دوستان عزیز ببینید اینجا اسبکاریه. میخوایم اسب سوار شیم. بور یک نیخ بگیری کشن مبره. باز سفید نداره، دوا سفید شدن. بولو پیشتر داره. ها؟ سلام، خوبی آقا؟ دوستان عزیز ببینیم اسبسواری بودیم اصفهان. روزی چند دور میزنی شما؟ 12 دور میزنم. خوبه. چطور اسواریش؟ خیلی خوبه. آقای دری چطوره؟ بد نیست. نه اولین بار است اسبگاری سوار. خوب. شما چطور اشرف؟ اول دفعه دیگه. این یه دوره این تقریبا چند کیلومتره؟ 1 کیلومتر میشه؟ بله. دوستان عزیز، این استواری تو اصفهان میدان امام تقریبا یه دورش نزدیک 1 کیلومتر است. اینجا میدان امام خیلی مشهور است. دوستان اگر از ویدیو خوشتون اومد پیشنهاد انتقاد لایک بکنید. ماشاءالله هست. اشرف دیگه اینجای مونه. خیلی خوبی معلوم میشه. ها؟ این مسجد شیخ بهایی. مسجد شیخ بهایی در اصفهان میدان امام.
سلام دوستان عزیز، وارد بازار اصفهان، بازار امام، ظروف‌های مختلف. خیلی در این بازار چیزهای خوب و آثار باستانی و ظروف‌های بازار در شهر اصفهان ایران است. نقره، سنگ‌های مختلف، زمرد، یاقوت، لعل، عقیق و ظروف‌های آثارهای باستانی. خیلی چیزهای با ارزش و دیدنی است در این بازار پیدا می شود. دوستان هر کسی که در اصفهان آمد حتما در این بازار سر بزند، شاید چیزهایی که نیاز داشته باشد بتونه به دست بیاره. اینجا سیاسی پل اصفهانه. کابوس زندونی پر از تنهایی و تکرار، عذاب موندن اینجا منو خاک سری کرده. در گوشه که میچرخی فقط تاریک و سرده، غم پنهون قامه خالی از عکسم تو این دنیای بارونه. منم تنها که برعکسم، سکوتم رو نمیفهمه. در و دیوار این خونه بریده از همه عالم، من بد حال دیوونه، من بد حال دیوونه. از اینجا تا ته دنیا حسارو میره و دیوار، مثل کابوس زندگی پر از تنهایی و تکرار. عذاب موندن اینجا منو خاک سری کرده. در گوشه که میچرخی فقط تاریک و سرده، غم پنهون قامه خالی از عکسم تو این دنیای بارونه. منم تنها که برعکسم، سکوتم رو نمیفهمه. در و دیوار این خونه بریده از همه عالم، من بد حال دیوونه. چه فرقی میکنه رفتن تا وقتی راه بسته، خریدن سهم آزاده. نه این درمند دل خسته، نه این درمند دل خسته. دوستان عزیز، تیر ماه در اصفهان سر کنید، برگریزان بسیار خوبش معلوم میشه. ببینید بلک ها مثل وطن وری درختاش برگریزان داره، خیلی عالیه. دوستان رفت جای شما خالی سیاسی پول، خالیکه امام، اینجا رو رفتیم گشتیم، خیلی خوب بود. مثل وطن وری بلک تمام جا را گرفته،
خیلی خوبش میشه. هوا خیلی عالیه. اصفهان ایران. دوستان هر کمی کاستی داره شما در بزرگی خود ببخشید و ما را راهنمایی کنید که برای شما فیلم های بهتر و بهتری بگیریم و انشالله مورد پسند شما واقع شود.